السلام علیکم دوستان عزیز بیننده های ما. امروز برای تبریک کردن سهرابک از نام همسینفانشان آماده هستیم. سورپریز است، گواهی آن سورپریز می شوید. همراه ما باشید، قدم با قدم رفتیم. السلام علیکم پدران مادران عزیز، السلام علیکم میهمانان قدر. همه شمایان را به خانواده برادری عزیزم سهرابک خوش آمدیدتان میگویم. از آمدن معلوم شد که در حقیقت سورپریز که سورپریز از تیاری دیده تیار شده آمدیم. کنی خودشان سهرابک به نزد ما تکلیف میکنیم. بعد میپرسیم کنی سورپریز صاحبش رو میابن یا نه. برحمت سهرابک به نزدیکتر. السلام علیکم. سادریز مبارک. من امروز خرسند شدم که یکم مراتب حقیقتا سورپریز شد. نگفتن صاحبی سادریز با که ما امروز سورپریز میکنیم. گفتن سهرابک سادریزتان مبارک. از نام خود پیش از همه از نام اهل عائله اما از نام هر دو طرف عائله تبریک میگویم شما را. همیشه صحت سلامت باشید. یک تا یاد کنید الان کی آمدگی من. هزار هل خیال ها آمد سرتون با. امروز ما شما را از نام آن نفرانی که شما را دوست می‌دارند همیشه حرمت میکنند، البته از نام دوستانتان همسینفانتان، من یک گروهشان در اینجا اشتراک دارم، یک گروهشان بعدتر میرویم گفتند از نام دورانکا، شوکتکا، الهامکا، فیض‌اللهکا، شیرزادکا، رستمکا، کامرانکا، با راهبری کامرانکا این بزم را تشکیل کردیم. گفتند که امروز سهرابک هم برادرت هم پاچات جشن زادروزش است. رفته تبریک کن. در آنجا یک گروه خیشان و هم وکیلان همسینفان هم هستند. از نام آنها هم تبریک کن. برای همین همسینفان ما یک سرلشکر تشکیلاتچی هر جا بشینه مگر با همین مصلحت ها با تشکیل کنندگیش جدا شده میستاد. کلاس میستید گویم خطا نمیشود. جشن زادروزش مبارک. من مونم آهسته آهسته مکتب تمام کرده ایستادم. 11 سالگی امسال تمام کنیم مکتب. خدا خیر هر سال هم خیر تشکیلی ها شود. جشن زادروز باید گرانه قدر کنیم. این عمر گذشته می رفته است، عمری روان بوده است. برای دوستان چقدر سخن گویم کم است که دوست آن غم دل یکدیگر را می برداشتگی، آن گپ هایی که یکدیگر را گفته نمیشد، عائله و نزدیکان ما تنها به دوست گفته از غبارهای دل بیرون میشوی. یکی از آن دوست بهترین من این سهرابک است. برای آنها رفته رسانید. زادروزش مبارک باشد. چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو جامی عاقل و فرخنده باشی، چو سینا در دل و در دیده باشی. امروز من خورشید پاچه آمدن به حیران شدن. گفتن که الان کی آمدید؟ من فکرم پای بردن که از نام همسینفان. همه همسینفان با یک آواز میگویند گیاهی تشنه ام بارانی ای دوست، منم بیمار و تو درمانی ای دوست. مرا جز صحبت تو تسلی نیست، همیشه در یاد من تنهای ای دوست. ای دوست ای دوست ای دوست. جبری تو از آن کشم که روی تو نکوست، مردم گویند بهشت خوب است یا دوست. ای بیخبران آن بهشت با دوست نکوست. سفر بایمک خیلی فرمانده بودن که آن جنت هم با دیدار بینی دوستان یک لذت دیگر خیلی داشته است. البته دوستانشون من امروز با اعتبار برای شما سورپریز تیار کردن، تحفه ها فرستادن. زادروزتان مبارک باشد. حاضر از نام تمام کلکتیو دوستان خورشید پاچک تا شرکت تبریک میکنند. جوری جانی دوستی نزدیکشان یا نشانو میستن. مرحبا سهرابک، مرحبا. اولا امروز دوستانم سهراب جان زادروزش اینا خدا داگی عمره همه وقت منم خیلی در دوره دوستان بینم، منم خیلی دوستاش همه وقت ابدی شوم. فقط روزی خورسندی با او خیلی روزی نغزه بلنده. هزار رحمت تشکر میگویم. زادروز مبارک. اکنون خیر حاضر رقصش که اثبات میکنید. حاضر یک تا کلان سالان تبریک گویند. سفر بایمک مرحمت. اولا با خوش آمده هم یک تو برای امروز روزی زادروزی سهراب جان
سهراب جان الهی کلن که با هم پیر شده حضوری بچه نیوره بینه من هم یشتگاه چین یاد داره خودی همین بریم دورهاشون وسیع شوه از دیرنجه نیاروز خوشنده هیچ کنده نشه تبریک میکنم باید بار سهراب جان رحمت هزار رحمت فریدان سلام مرحمت سلام علیکم میهمان گرامی من سهراب جان را با این روزی تولدش تبریک کرده شاید که بیش خوشا پیر شوند یافتگیشون فقط روزکای نم نارود همه آتون خوش آمده رحمت هزار رحمت خدا با شهری رحمت مرحمت سهراب زاد روز مبارک شود دویم صدمه را خوشا پیر شده ساق و سلامت باشه حضوری فرزنده بینه یه جا غم و درد نبینه یافت دافترشون فقط روزای نیک بروه خدا چخه که عمر داشته در سخنهای پرناز و پرنعمت بگرده دوری دوستا باشه ساق باشه سلامت باشه بگی نیوره مونه فقط خوش خورسندیاتون باشه هیچ جا غم و درد نبینه مبارک شد روز هزار رحمت مادر جانی عزیز مرحمت شما ده هم یکاتون نوری دیده تاجی سر همه سهرابه که منفلوی خوشه پیر شود وقت و دولت یارو شود اما وقت بیغم بیتر ساق سلامت خونش توی خونه شد مروزه که دلش برسه الهی بچه یکوش کلون شود ساق سلامت همه وقت خونش توی خونه شد مروزه که دلش برسه شما هم یکاتون مرود دلکاتون برسه ساق گرده هم یکاتون منم خطور یعنی تبریک میکنم سال باشه سلامت باشه ساعت با دروی حضوری بچه یکوشه بینم در دلش چی ارزو باشه ارزو یکوش برسه کاراش به آمد همه وقت کشایی شود سال باشه حضوری بچه یکوشه بینم دریاشون است از باجه ها زیاد بایستن یک روز همین بهار آمایست است ایجاد کده آمایسته میکنی اکتا گفتم طرفی با موضوع باجه ها شعر نیست بیافتم یکان تا شعره سر خطا میکنیم شاعر بخشد مانه گفتم برای باجه ها شعر بافتم تا توانی باجه ها را گم مکن باجه های مهربان را گم مکن در جهان به باجه گشتن مشکل است مشکل آسان کن باجه را گم مکن باجه آید سخت در آغوش گیر رسم خوبی تاجیکان را گم مکن البته بعد از این شعر باید خوشی پاچه یک شرکت تبریک کنم اکرم و پاچه مرحمت یک تا نزدیکتر میستیم باجه های بسیار هم قدردان هستند اکلانیاشان نزدیکتر میستیم یک تا تبریک میکنیم مرحمت شما ده ما برای بوجوی روشن بوجوشون مول شد همین بوجه هم ایده 100 ساله شما پیر شما خلقه برای عمر بینم یا چی میگه؟ همین رحمت شپاچه برای شما من 6 قطار شعر خواندم برای باجه ها باید از تبریک کنیم یا رقصش کتیمین البته تشکر میگیم زفرکه مرحمت شما تکلیف میکنیم از نام دادران البته از این لحظه ها خاطره ها با مهر میشود مرحمت بید پیششان بود السلام علیکم شما ده اماتون با درگوی حکم من امروز روزی زاد روزی اگه جانم هم وقت ساق سلامت باشه اکا سرام با سایه کنشته همین من همین چی نیت ارزو داره هم وقت جامعه عمل پوشه هم وقت ساق سلامت گرده اکا سلامت باشه رحمت تشکر میگیم یعنی فرزندان از نام فرزندان نه او که عروسی نازنین شدن لاله خانم خواهر عزیزم لاله بانو بیاید که این داده جان و کلیدی در جنت پدر این دختر نازنین است مرحمت السلام علیکم مهمانان و میزبانان عزیز خوش آمده و درگاهی داده جانم الهی پدر جانم صد و درویان سری ماهان با همه وقت ساق سلامت گردن هیچ وقت در دو همی دونیم نبینن سرت افکنده چشمت نم نباشد با دستت کم با قلبت غم نباشد
الهو شاد باشد خلق دنیا زیتو خوشبخت در عالم نباشد. رحمت تشکر میگویم و البته شخینه بانو این از مخلصه بهترینی من شخینه بانو یک تبریک میکنیم خدم سخونه پدر جانم آسبازم و لقبان فازم وقتی منو خوخلم رمخال بغلازم مالدیس رحمت علیکم مهمونای عزیز لطف فرمایید من از این فرصت استفاده بردم اولین دوموت این کلام پسر جاشبن تبریک و مبارکباد نموده به این دوموت عزیزم عمری دراز رزق فراز صحت سلامتی همه وقت کار شما آمد موفقیت می‌طلبم لایم حضوری بچه‌کاشون بینم نیوره ایوره چهوره بینم عمری دراز بینم شایده که پوشپیر شدن ساخ سلامت کردن سری مومبه از رحمت تشکر میگویم و البته شایدایتی شما تکلیف میکنیم یا نشانده نیت‌های نیکتان باشد میشنویم گواهی آن میشویم مرحمت السلام علیکم اهل خویشاوندان خوش آمدید هم یکاتون امروز درجه مردک من الهیم صد بدرایند یکم خوش پیر شویم همین حضوره که فرزندوی بینیم تک نیوره و ایوره برمونه الهیم همین هر روزمون هم خیر روزوی نخشه من همین الهیم صد رحمت تشکر میگویم و البته دور نرفته است شیرینی تارت یک جای نزدیکتر رو میبیاریم سفر بایمان فردوس آقا شما من به ازاتو میکنیم ناراحت میکنیم پیش شما نزدیکتر استیم کلان سلام مرحمت مادر جان ها شما من تکلیف میکنیم
امروز سرکرده بیاید خورسندی خوشحالی کنیم یک جای برآمده رقص بازی کنیم زادروزی سهرابک را با یک درجه اعلا بگذرانیم مرحبا بیرون برآمده رقص بازی خورسندی میکنیم مرحبا
بپیر مرا درمانی چون اسکندری زمانی گفتن در ازل بهر ما حضور ما با پیران میرویم به نزد همسینفوناسون رفته اكو من امروز و کمیته و همسینفویا روزی زود روزش بده حسین جان رفته تبریک کرد اومد خونش به پیش اهل و عائلش به من امروز من این بچه‌ها اینجا به گشتک بشتیم بچه‌ها همین بچه‌ها هم تبریک میکنیم خدا عمری درازت تیه حضوری فرزندای بینه من توی کات وای کده نوارادور شوه حضوری نوارای بینه همین فقط خوش و خورسندی با در گوش برای یک تا دعا کنیم همین الهی هم وقت سخت سلامت باشه تینجی همونی شوه همینجا اشتگی بچه های هم موشون با خداوند کریم فرزنداشون حضورش بینن همون سوروپ هم همه وقت سخت سلامت باشه اهل اویلش کتی تینجی همونی شوه همون سخت سلامت شده ربنا اتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره وقنا عذاب النار همه امروز توپ شده من همجا امروز زودروزی همسینفومون یعنی سوراب جان با همین یک از نام همین کلاسنگو از نام همین دوستای مهربانمون چی نیت که باشه نیتش برسه هوا حضوری فرزنده ببینن هوا سری فرزند مادر پدر به ساق سلامت گردن که با میگفته گپام همین که هوا سری هر یک فرزندش به وقت ساق سلامت گردن هوا چی نیت که باشه نیتش برسه با همین چند سال عمر دیگر زیاد دیگه باشه این زیادتر ببینن هم وقت سری یک دیگر ما پدش کنیم یک تا قرصک میشه میاکو رحمتی کامون سوراب جان خیلی چی میگه اون سوراب جان با عمری دراز ریسک فراز همه وقت ساق باشه سلامت باشه همه وقت من خیلی قطعی دورو بشینن باید به نمش میگن کمیته سینف خروش پیش رو خیلی پدرکش روزی های برده میتیم گله کسی نصیب باشه خدا خواهد همین سیاه سلامتی هم تو İslameydi deme her dem yadımdasan Can dostum sen tenemdeki kanımdasan Ağır günler bolsa eğer başımda Yalğız koymay meni her dem yanımdasan Dostum dedin dünya nimetleri yalgan Dost bolmaydı bilsen şarap yoki canon Qayda bo'lsam hamki bo'lgin sog'u omon mening do'stim qo'rqma do'stim molu dunyo kelar ketar yolg'onchida hamma yaxshi yomon o'tar halol yurgan do'stlar murodiga yetar mening do'stim من بیننده های عزیز امروز بزم زیبا را علاقه باقی رساندیم همراهی مخلصه ما شخینه بانو در خاندان سهرابک مهمان شدیم زادروزشان را با یک درجه اعلی با سورپرایز ها باقی رساندیم مانند هر روز و هر وقت با ما باشید خیر Улетает время и бегут года Бурной молодость была отец твоя Под восточным солнцем добрая душа Ты с судьбой играл в решку и орла В жизни сделал ты немало И поднимем мы бокалы за твои года
года за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Твое слово главное у нас в семье. Ты родной в Самарканде и в Москве, а для внуков деда Боря лучший дед. С гордостью он мудрый, им дает совет. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения.